السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر اگر آواز مرا داشته باشین. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آواز ما هست؟ بهترین. اگر صدا باشه و آواز باشه بهترین. برادرایی که در تیک تاک هستین، وقتی زنگ میزنید با یوتیوبی هم دارم آنلاین. نمیخوام که مثلا کمتر خلال برسونم یک دیگه. همه رو کدومی که با ما تماس میگیره تیک تاک ده خوبش که نگیرین، خلال میرسونن در یوتیوب. اگر برادرها حوزه مساز باشن انشاءالله که شروع کنیم قصه امروزمونه. نفرهایی که در تیک تاک هسته حوزه ما هستن، برادرایی که در تیک تاک این حوزه ما هست، حوزه ما هستن. در یوتیوب انشاءالله آوازا پسته میگن در چی، در یوتیوب اصلاً در یوتیوب بچه اون کسی که شاید که برادر تلفنش مشکل داشته باشه. علیکم السلام و رحمت الله. برادر یوتیوب اگر یکون نفر باشه انا حوزه مساز باشن که یکون اسمس را میکنی. خب پس شروع میکنیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران عزیز. امروز یک کمتر معلومات یا که یک سخن درباره رمضان میکنیم، بعدا دوام میتیم قصه دیروزنگینه که دوام قصه ابوذر غفاری است. بعضی برادرها در کامنت ها دینه نوشتن که آیا یک نفر روزه بگیره تراویح نخونه روزش قبول هست یا نه؟ هر یک انسان هر کار را انجام میکنه طبق همون کار انجام دادش سوال و جواب میشود. مثلا یک آدم روزه گرفت اما نماز نخواند، نماز تراویح یا اینکه نماز فرضی را، پس برای همون سوال و جواب کرده میشود، برای روزه نه.
مثلا یک انسان دزد که دزد است نه، همه را به یک حکم دزد نمیکنه. یک نفر مثال 1,000,000 دزدی میکنه، حکم او دیگه است. یک نفر دیگه دزدی میکنه، در رفت دزدیش یک آدم دیگه را به قتل میرسونه، او را هم دزد است، نه که باز یک جنایتی دیگه زن میشوه. نمیشوه که به یک جرم همشه چی حکم بکنن. برای همین هم وقتی که آدم روزه میگیره، روزه سوال و جوابش علاهیده است و نماز خواندن سوال و جوابش علاهیده است، یا دشنام دادن، اینا همش سوال و جواب اینا علاهیدن. اینا هر یک تاش به علاهیدگی سوال و جواب میشوند. اما یک انسان میگه که من نماز نمیخوانم، از همین سبب من روزه را نمیگیرم، پس فردا روز قیامت هم برای نماز نخواندنش سوال و جواب کرده میشود، هم برای روزه نگرفتنش. از همین خاطر درست است که یک آدم اگر روزه بگیره لکن رون علی نور میشه و نمازش بخونه، فرصت های بسیار طلایی هستند که الله ذوالجلال در این ماه 10 مراتب یا زیادتر اجر میتیه به یک کاری از خیری که ما انجام میتیم. اما رفت یک آدم اگر انجام نداد، روزش نمیشکنه. این بود که جوابی برای یک سوال برای می پیرامون روزه داشتن و نماز تراویح نخواندن، یا که در عموم نمازی از نمازها را نخواندن. انشاءالله شروع میکنیم به دوام قصه دیروزگینه. برادرایی که نو داخل شدن، قصه دیروزگینه ما درباره ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه بود. ما یک معلومات کوتاه از سر میکنیم که تا برای مردمی که نو داخل شدن فهمه باشه. ابوذر غفاری از غفار یکی از قبیله های عرب بود که اومد نزد پیغمبر علیه السلام اسلامش اعلان کرد. اولین نفر هست ابوذر غفاری که کلمه دعوت با آواز بلند در روی زمین جاری کرده است. با آواز بلند در مکه اولین نفری است که در راه خدا با صدای بلند دعوت کرده است، ابوذر غفاری است. ابوذر غفاری یا پنجم یا ششم صحابه ای بود که در اسلام پیوست. ابوذر غفاری بعداً به غفار میره و پیغمبر علیه السلام میفرستش. قبیله غفار قبیله خچه به اسلام دعوت میکنه، مسلمان میشه و بعداً به قبیله اسلم دعوت میکنه، یک قبیله دیگه که در همسایگی قبیله او زندگی میکرد و بالاخره هر دو قبیله مسلمان میشن. وقتی که پیغمبر هجرت میکنه به سوی مدینه، میره و پیغمبر علیه السلام بیعت میکنن و میپیوندن. و گفتیم که ابوذر غفاری پیغمبر خدا علیه السلام در حقش میگه که از زمین در بالاش نبرداشته است و آسمان سایه نفکنده است و مثل راستگوتر و راستقولتر از ابوذر غفاری. ابوذر غفاری بسیار مرد شجاع بود، از کلمه حق هیچ وقت از هیچ کس نمی ترسید و از هیچ کس هم حذر هم نداشت، کلمه حق همیشه می گفت. بعدا گفتیم که ابوذر غفاری در خلافت حضرت ابوبکر و حضرت عمر نیاز به مبارزه بر اون نفرانی که دنیا دستار شدن نیاز به اون نداشت، چون که به همون معلوم است که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چه کارا را انجام دادن. اونا تماما از دنیا بیزار و حکم ده بسیار سخت بودن. و متاسفانه اومد زمانی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که خیلی خوارج ها برآمدن و مشکل زیاد برای حضرت عثمان در فتنه از خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شروع شد که ایران بشارت پیغمبر خدا علیه السلام کرده بودند. و گفتیم که ابوذر غفاری بسیار که به همین کارا مشغول بود که حتی همین امارت یعنی وظیفه و منصب به همینا را تماما دوست نمی داشت و بر ضد اونها مبارزه می برد و نمیگذاشت که یگان صحابه از صحابگان چیکار کنند، برای خودشان طلا و تنگه ذخیره بکنند. میگفت که الذین یکنزون الذهب والفضة، هم آیات قرآن هم میخوان که اونها نفرانی که طلا و تنگه را برای خودشان خزینه میکنند و در راه خدا صرف نمیکنند، اونها را به عذاب سخت بشارت بده، که آیات قرآن است و دوامش هم همون عذاب و نتیجه چی میگن چگونگی عذاب اونها را دلالت میکنه. اگرچه ما گفتیم که معاویه ابن ابو سفیان در شام وقتی که همراه ابوذر غفاری بحث میکنه درباره امارت، این را میگه که این برای اهل کتاب است، اما ابوذر میگه نه، همیشه این برای هم اهل کتاب هم برای ما دخل دارند. بعدی که در شام در جایی که معاویه ابن ابو سفیان امیر بود، مردم زیاد جمع میکنه و میگه که مثلا شما چه خیلی کم بغلانه زندگی میکنید، در حالی که
امیرای شما در قصرها زندگی میکنند، اگرچه قصرها حلال بودن. بعدا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه ابوذر را به مدینه دعوت میکنه و در نزد خودش معنش میکنه، میگه در همینجا زندگی که ابوذر غفاری دید که بسیار هم مردم چی میگن، مال و ملکشون زیاد میشود، تجارتشون زیاد میشه، زمیناشون زیاد میشه. از هیچ کار ابوذر غفاری را خوش نآمد. گفت بگذار مرا اجازت بده که من برم از مدینه بیرون در یک اطراف مدینه زندگی کنم تا همین مردم و همین قوم و قبیله را نبینم. و گفتیم که یک گروه از خوارجان نزد ابوذر غفاری آمدن، گفتن که تو حقتری از عثمان دیده، بیا خلافت بکن، ما در تو بیعت بکنیم. و ابوذر هم همون سخن مشهور شد، گفت که اگر عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه مرا در یک درخت بلند یا در یک کوه بلند آویزان میکنه، قسم به خدا از او اطاعت میکنم، گوش میکنم. اگر مرا چه امر فرمانی بکنه، به خاطر خدا من او را اطاعت و گوش میکنم. و مشت بود در دهن خوارجی ها. بعدا این قصه مشهوری که با حضرت عثمان ابن عفان این روایت رخ داد و عثمان ابن عفان هم گفتش که در پهلوی من زندگی که از او غنیمت ها، از او فایده هایی که در حکومت میاد برای تو کمک بکنم. و اونم ابوذر غفاری رد کرد، گفت که من از این دنیای شما هیچ احتیاجی ندارم. این سخن مشهوری ابوذر غفاری رحمه الله رضی الله تعالی عنه بود. ابوذر یک روز ابو موسی اشعری را وا میخرند. ابو موسی اشعری در آغوش میگیره ابوذر رضی الله تعالی عنه را، میگه که چی، بیا برادر اسلامی ام، بیا برادر دیرینم. ابوذر چیکار میکنه؟ او را از خانش دور میکنه، میگه برو کنار. وقتی میگه تو برادری ما بودی که تو امیری را قبول نکردی، وقتی امیری را قبول کردی یعنی امارت وظیفه را قبول کردی، تو دیگه برادری من نیستی. بالاخره یک کس باید وظیفه میگیری، باید یک کس مسئولیت انجام میداد. اما بسیار هم سختگیر بود ابوذر غفاری رحمه الله. یک روز حتی ابو هریره رضی الله تعالی عنه با همون تقوا، با همون پرهیزگاریش، با همون ایمان و تقواش، ابوذر غفاری میبینه در آغوش میگه، در نزدش میگذاره، میگه برادری عزیزم چند قشنگ نمیبینیمت. اونم چی از خود تنهایی خودش دور میکنه، میگه وقتی که تو ما برادری تو بودم که تو امارت قبول نکردی، وظیفه را قبول نکردی، در قصرها زندگی نمیکردی، برای خودت زمین ها نداشتی، برای خودت مال و ملک نداشتی، اون وقت برادری ما بودی. حتی برای ابوذر غفاری پیشنهاد امیری را کردند. ابوذر غفاری رد کرد، گفت قسم به خدا شما به این دنیا، به مال دنیا مرا به دنیای خودتان مایل کرده نمیتونی، هیچ وقت مرا به این دنیا مایل کرده نمیتونی، پس برای من این منصبا را پیشنهاد نکنی. شاید ابوذر غفاری کمی سخروی میکرد نسبت وظیفه و منصب. بالاخره یک کس باید منصب میگیری، باید یک کس یک کار انجام میداد. شاید طلبات هم وقته همیشه شرایطی هم وقته همین طلبات میخواست. اما منطقی نگاه بکنی، کاری که ابوذر غفاری میکرد بسیار خوب بود. ای کاش ما مسلمان ها، ای کاش همون مسلمان های اوله گپی ابوذر غفاری را گوش میکردن، تا به این حد نمی آمدیم، نمی رسیدیم، تا به این حد خار و ذلیل نمیشیدیم. از همون وقت اگر سخت میگرفتن نسبت منصب و منصبداری، امروز به این حالت ما نمی آمدیم، نمی رسیدیم. ای هر کی آمد از پیشتر ظلم تر کرد، ظلم او را انجام داد، باز یک چیزی دیگه از خودش اضافه کرد. این اضافه ها اومدن به اینجاها رسیدن که ضربه سخت امروز امت اسلام میچشه. ای کاش امیرای همون وقت فکر ما را میکردن، فکر میکردن که فردا امت پیدا میشود که سخنش قدر نداره، در همه جا بدنام است، هر کل و کور بر ضدش سخن میگه، هر آتش پرست و مجوس و نمیدانم بنام زیایی و بزیا و اینا بر علیش سخن میگن. ای کاش همون وقت این رویه یا که این روش زندگی ابوذر قبول میکردن، به این حد نمی اومدیم، نمی رسیدیم.
با ابوذر غفاری پیشنهاد امیری را کردن. امیر عراق گفت این که رد کرد. یک روز ابوذر غفاری یکی از دوستاش میبینه که با یک لباس نیم لباس هم بگیم خطا نمیکنیم که وظیفه از 100% لباسی را هم اجرا نمیکرد. دیدش حیران شد، گفت که غیر از این لباس تو دیگه لباس نداری؟ و دیروز گفت من دیدم در نزد تو 2 لباسی نو خوب بودن، اونا را کجا کردی؟ ابوذر گفت با یک نفری که از من احتیاج تر داشت به او دادمش. احتیاجش اما زیادتر بود، به او را دادمش. این مرد گفت قسم خدا از تو دیده هیچ کس احتیاج تر نیست. گفت نه به خدا زیاده روی نکن. گفت تو دنیا را بسیار بسیار کلانی بد میبینی. گفت من غیر از این لباسی که در تنم دارم باز یک لباس دیگر هم دارم که روزهای جمعه میپوشمش. یعنی در حیاتش فقط 2 لباس داشت. در حیاتش 2 لباس داشت. این سیستم وقتی اگر تمام مسلمان ها همون وقت عمل میکردن ما به این روز نمیرسیدیم. یک قصه حضرت عمر را بکنم نسبت امیراش چیکار میکرد. اگر خطا نکنم در عراق بود، یکی از صحابگان امیر بودن. فرزندش همراه یک مسیحی اسب پیشکنک میکنن. در این حالت اسب پیشکنی مسیحی اسبی بچه امیر را بگیم، بچه رئیس پلکانه، بچه رئیس ولایت میگذره. این بچه از قهر میفرویه، یک تا این مسیحی را میزنه. مسیحی راست پیشی حضرت عمر فاروق میآید، شکایت میکنه که در اسبدوانی بچه امیر را گذاشتم، یک مشت مرا زد. حضرت عمر در حال نامه روان میکنه که خودت و پسرت در نزد من بیا حاضر بشه. هر دوش میان بزانو میشنونشون. میگه از کی باز ایسن شما مردم را غلام کردین، در حالی که خداوند اینا را آزاد به دنیا آورده است. حضرت عمر پیش از اون که یک کس امیر روان میکرد اون حساب کتاب میکرد. وقتی از امیری میگرفتش باز حساب کتابش میکرد. امروز حضرت عمر کجا و ابوذر غفاری کجا، حال ما را ببینن. خلاص میگه تو در این دنیا را بسیاری بد کلام میبینی. من یک لباس در تن دارم، باز یک تا دیگر هم دارم که در اون نمیپوشم، نماز جمعه میرم. من یک خر دارم که در اون سوار میشم، میرم کارام بود میکنم. از این زیادتر یک آدم در کار داره؟ ابوذر غفاری از یک چیز میترسید که انسانها، مالها در انسانها حکم فرمان نباشند. اینه که انسان اگر در مال حکم فرما باشه باکی نداره. خوف در این جایی که مال در انسان حکم فرما باشه. این مشکل را امروز ما میبینیم که آدما ماشین نمیخرن، ماشین آدما را میخرن. از زن و فرزند چون ماشین بسیار اهمیت تر میتین، در تازگیش، در نمیدونم تریزاش سیاه کردن، دیسک خریدن، فلان کار را انجام دادن. فقط این برای چیه؟ برای نمودی ظاهری ماشین خوب کردنه. این معنی او را داره که ماشین این نفر خریدگیه، نه اون نفر ماشینه. یا لباس میپوشن، قیمتش فرق نداره، باید همون چی میگن کوالیتیتش بالا باشه، تامی هیلفیگر باشه و لاکاست باشه و اینا باشه. و هر کجایی که بشینن همون زنکای همون چیزا را رکلام میکنن. معنی او را داره که او لباس نپوشیده است، لباس او را پوشیدگیه. ابوذر غفاری حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه از ابوذر دیده کسی دیگر در این وقت ما باقی نمانده است که از ملامت کنندگان هراس نداشته باشه. هر کار را ابوذر انجام میداد، از هیچ کس نمیترسید. نمیگفت که فلانی اشان مرا فلان میگه،
فلان آدم مرا شاید به گپی ما موافقت نکنه، خفه میشه و ایما فلانی بچه فلانه از ما میرنجه، فلانی منصبدار در خوش نمیآید. نه، هر کاری که حق میدانست او را میگفت. وقتی که ابوذر از تا درجه رسیده بود که ابوذر از فتوا دادن منع کرده بودند، بسیار سخت فتوا میداد، اما میگفت قسم به خدا وقتی شمشیر در گردن ما بمانید و یک کس از ما سوال بکنه، ما او سوال جوابش بدانم، پیش از اون که شمشیر مرا ببره ما او سخن میگم. و ابوذر غفاری میگفت پیغمبر خدا علیه السلام مرا چند نصیحت کرده گیه که اونا را همیشه ما در بر دارم. یکم، با مسکینان مهربان باش. دوم، همراه از خود پایین تر بشین و بالاتران نگه نکن. سیوم، در راه خدا از ملامت کنندگان هراس نداشته باش، نترس از هیچ کس. چهارم، حق بگو اگرچه سخت است، اگرچه مثل تور است، اگرچه تیز است، حق بگو. و آخرانش هم چی است؟ 7 نصیحت است و آخران نصیحت هم چی؟ لا حول ولا قوة الا بالله زیاد بگو. و ابوذر غفاری را به همین چیزا بسیار مشغول بود و تمام حیاتش در همین چیزا بود. ابوذر غفاری چه خیلی گفتیم از مدینه بیرون زندگی میکرد، در یک بیابان، از همه دور، از فضای این همه دنیا و دنیا پرستی دور زندگی میکرد. یک زن سیاهی لاغر داشت، لحظه آخر حیاتش در نزد نشسته بود و گریه میکرد. لحظه ها و نفس های اخیر ابوذر بود. گریه میکرد، میگفت ابوذر غفاری پرسیدش که ای زن چرا گریه میکنی؟ مردن امر حق است، همه که میمیرند. زنش گفت گریه ما برای اون نیست که تو میمیری، گریه ما برای او است که ما یک پارچه متا، یک پارچه متریال ندارم در بالای تو بمانم، تو را کفن بکنم، من هیچ چیز ندارم. ابوذر گفت ما یک گروه یاران پیغمبر همراه پیغمبر شیشتگی بودیم. پیغمبر به ما گفت که یکی از شما در بیابان ها میمیرد و یک گروه مسلمان ها در جنازش اشتراک میکنند. ما این سخن پیغمبر 100% تصدیق میکنم، ما به این سخن ایمان دارم، چون که همه اون نفرایی که در اوجا نشسته بودیم همش مردند، هیچ کدوم اونها در بیابان نمرد، فقط من موندم. ما در بیابان میمیرم، اما آسوده نباش، اما آزرده نباش، اما آزرده نباش. گروهی از مسلمان ها میآیند جنازه مرا میخوانند. فکری او را نکن که من یک متاعی ندارم که مرا کفن بکنی. عبدالله ابن مسعود با یک قافله میگذشت، ناگه یک الهام واری آمدش، مثل یک الهامش آمد که در نظرش یک چیز تافی، یک چیز دراز به مانند یک نفری مرده ایستاده است، یک پیرزن، یک کودک در نظرش گریه میکنه. عبدالله بن مسعود در را از طرف همون خانه روانه کرد. تمام قافله از قفای عبدالله بن مسعود روانه شدند. آمدن، رسیدن، دیدن که همون یار پیغمبر خدا علیه السلام، صحابه کرام، ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه است که از دنیا گذشت. در بیابان یک متاعی نبود که کفنش بکنن. این همون سخن پیغمبر علیه السلام بود که گفتش
در غزوه تبوک که ابوذر تنها میره، تنها میمیری و تنها برانگیخته میشه. غزوه تبوک بود بر ضد رومی ها. خیلی سالی کمبغلی بگیم بود. مردمش خیلی شرایطی بد داشتن. گرمی صحرا. پیغمبر امر کرد که همه به غزوه حاضر شوند، به همون چی میگن، به ضد دشمن حرکت بکنن. بعضی ها از ترس، بعضی ها از گرمی تابستان، به هر بهانه وقتی قافله شون میرفت یک تا عقب میغلطیدن و به پیغمبر میگفتن که ای پیغمبر فلانی عقب زد. پیغمبر خدا علیه السلام میگفت که تشویش نشین، شما پروا نکنین، اگر اونا لیاقت داشته باشن خدا اونا رو به ما میرسانه، اگر نه خداوند از شر اونها ما را نگه میداره. از بعد چند روز گذشت که دیدن که ابوذر غفاری نیست. گفتن ای پیغمبر ابوذر نیست، قفا زد. باز همون کلمه مشهور شد، گفت اگر ابوذر خیر باشه گفت به ما میپیونده، اگر خیر برای ما نباشه نمیپیونده. نشسته بودن که این ابوذر غفاری همون اشتراکی داشت در این گرما، تاب نآورد، از گرسنگی و از تشنگی این بسیار ضعیف شد و حرکت کردن نتوانست. ابوذر هرچی که کوشش میکرد شتر پیش نمیرفت، به همون جاش به زور راه میگشت. بعد مجبور شد که از شتر فرای همون چیزایی که در شتر در خودش بار بکنه، پیاده دوان به سوی پیغمبر بره همراه اونا. وقتی که همه نشسته بودن دیدن که از دوری یک نفر آمده است. معلوم است که با سرعت آمده است، کمی چنگ هم خسته است. گفتن یک نفر آمده است. پیغمبر خدا علیه السلام گفت که باید ابوذر باشه و نزدیکتر هم شد، دید که ابوذر است و گفت که ابوذر تنها میره، تنها میمیری و تنها برانگیخته میشه. و این بود قصه ابوذر غفاری. باشد که الله مهربان ذره از شجاعت، ذره از حق گفتن و نترسیدن، ذره از دنیا بیزاری، ذره از محبت رسول خدا علیه السلام در دل ما جاری کرده باشه. امروز بعضی برادرها برای من نوشتن، خب اینجا قصه به پایان میرسه. خداوند همه ما را توفیق بده که به مثل صحابه حداقل به کوچه همون مردانگی گذشته باشیم. بعضیا به ما زنگ زدن، بعضیا برای ما هم نوشتن که در فلان جا خطا کردی، در فلان جا اشتباه کردی، در فلان جا باید این گپ میگفتی، اصلا سوادی کافی نداری که ببری درباره چیزا صحبت بکنی. من یک فکر دارم، همین ابوذر غفاری در نزد پیغمبر چند روز ایستاد علیه السلام؟ چند روز ایستاد؟ اصولی دین فهماندش، روانش کرد، دعوت کرد. مصعب ابن عمیر فقه سنت خوانده بود، اصول فقه خوانده بود، عقیده خوانده بود؟ نه، اصول یاد گرفت، روانش کرد مدینه و موفق شد. امروز ما چقدر دانشمندا داریم، امروز ما چقدر بزرگای داریم که شاید 10 کتاب در کلاهشون حفظ شده باشه، اما امروز در صحنه نیستن متاسفانه، به هر سببی نباشه. و مجبوریم که ما همچون شاگردوار
همچون چی میگن، نفری که مسئولیت حس میکنیم برایم یک سخنی هم باشه گفته باشیم. درست است که سخنهای من مثل سخنهای خداوند حسشان کنه ایشان نوردین جان، حاجی میرزا، شیخ پوردیل، دیگر برادران نیست. این طبیعی است. اولا اینکه برای انسان سخنش تاثیر کنه علم کافی باید داشته باشه و عمل داشته باشه. من نه علم کافی دارم و نه علم و نه عملی دارم که به گفته ها 100% موافقت کنه. اما امروز میبینم که همین سخن ها شاید به نفرای فایده برسانند، خاصتا در این ماه شریف رمضان. برای همین میبرم به هر چیزی که میدانم، هر چیزی که در ذهنم میآید، هر چیزی را که روا برای امت اسلام میدانم، اینجا میبرم سخن میکنم. باشد که خداوند به گفته ها، به سبب گفته های من یک نفر اصلاح بشود و خداوند از این گناه های عظیمی که من کردم و الانم که میکنم، خداوند از دوش من کمتر کمشون کنه. و خداوند او کادرهایی که به گفت یک بزرگوار که کادرهای جنتن، اونا را بالاخره فرصت شما بده، بالاخره توفیق شما بده که ببرایند مردم از گذشته و از اینا سخن برسانند. اگر امروز مردم احتیاج نداشته باشه، پس کی احتیاج دارند؟ در این زمان فتنه، در این مشکل‌های روزمره کی دیگه به شما احتیاج دارند؟ خب میرسیم به انجام این برنامه. خداوند تمام طاعت عبادت های ما و شما رو به درگاهش قبول کرده باشه. انشاءالله که در حق ما هم دعا بکنید، در حق تمام امتی مظلومی تمام دنیا رو هم دعا بکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.